به آیه 30 تا 34 سوره بقره نگاه کنید. وقتی میگیم قانون شناخت خلفای خدا، قانون یعنی موجبه کلیه، یعنی همیشه بوده، هست و خواهد بود. اگر قانونه برای خلیفه اول باید همینطور باشه، برای خلیفه وسط باید همینطور باشه، برای خلیفه آخر باید همینطور باشه. حالا بریم سراغ اولین خلیفه خدا در روی زمین، حضرت آدم علیه السلام. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه قرار دادم، این خلیفه رو من قرار دادم، نص تعیین الهی، نص الهی، معرفی نامه الهی. بعد در ادامه میفرماد که حالا ملائکه اعتراض کردن، چنین شد و چنان شد. خداوند برای تایید اون نص چی ارائه کرد؟ آدم را علم اسماء عنایت کرد، علم اسماء، علم خداشناسی، علم ولایت که اهل بیت فرمودن اون اسماء ما هستیم. این علم را به آدم داد. بعد به ملائکه گفت خب شما اگر بهترید این علمو دارید. گفتن چون علمی نداریم، ما چیزی نمیداریم مگر اینکه تو به ما آموخته باشی. بعد به آدم گفت خبر بده، را تو اون علمو به اینا بگو. برتری علمی آدم علیه السلام این همون علم است که دومین راه شناخت خلیفه خداست. سوم، به تمام ملائک فرشتگان امر کرد سجده کنید، اطاعت کنید، سجده تبعیت، سجده کنید از کسی که من در زمین خلیفه قرار. یعنی چی؟ یعنی راه سوم شناخت خلفای خدا این است که او منکر هر طریقه حکم و حکومت است الا تنصیب الهی.